حسد یعنی چه؟ حسد یعنی این که انسان از نعمت و پیشرفت کسی ناراحت و نگران باشه و آرزوی زوال نعمتی کسی داشته باشد. اعتراض بر کار خداست. اگر کسی موفقیتی به دست آورده، خودش، فرزندش، خانوادهش خوشنام، سلامتیشون خوبه، فرزندانشون موفقن، وضع مالیشون خوبه، در زندگی در کارشون هم افراد موفق و مقبولن، ما سعی کنیم خودمون رو به او برسونیم، نه اینکه حسد او داشته باشیم، نه اینکه آرزوی زوال نعمت او داشته باشیم، نه اینکه دچار خودخوری و نگرانی باشیم که چرا فلانی از من جلوتره. خداوند متعال به او داده. خداوند میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسد مردم میورزند به خاطر اینکه خدا به آنها داده؟ اعتراض بر کار خدا داری؟ خداوندی که خودش تقسیم کننده مواهبه، خداوندی که خودش به یکی عزت میده، به یکی ذلت میده، به یکی غنا میده، به یکی فقر میده، به یکی قدرت میده، به یکی از اون میگیرد. همه اینها دست خداست. و لحاظا اگر دیدیم کسی پیشرفت داره، خوبیش اینه که ما هم خودمون بالا بکشیم، پیشرفت بکنیم، نه این که حسد کسی در دل داشته باشیم. حسد بیماری خطرناک قلبیه، آفت بزرگ، آفت دینه. دین انسان را می سوزاند، عبادت انسان را نابود می کند. همونطور که در حدیث دیگری است، حسد تمام خوبی ها را از بین می بره. نماز داری، روزه داری، حیفی که از دست بدهی، حیفی که زحماتت برباد رود. کی زحمات من و شما برباد میره؟ زمانی که حسد هم داشته باشیم. اونها همه با هم برادریم. اگر برادر مسلمان، خواهر مسلمان پیشرفت کرد، خوشمون بیاد، خوشحال باشیم. فرزند او پیشرفت کرد، فرزند ما پیشرفت کرده. او عزت و روسفیدی داشت، روسفیدی همه ماست. چرا باید نگران باشیم عزیزان؟ چه توجیهی داره برای اینکه حسد هم داشته باشیم؟ حسد گناه بزرگه، چرا که مقدمه گناهان دیگره. اگر حسد در وجود انسان شکل گرفت و در دل انسان جای گرفت، انسان دست به کارهای خطرناکی میزنه. اولین قتلی که روی زمین اتفاق افتاد چه بود؟ نتیجه حسد بود. قابیل نسبت به برادرش هابیل حسد ورزید که قربانی او قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. به خاطر این موقعیتی که به دست او آمد و نیز گفتن زنی که پدر برای هابیل خواستگاری کرد زیباتر بود و زنی که برای قابیل خواستگاری کرد جمال و زیباییش کمتر بود. به خاطر همین مسئله رقابت‌های ناسالم به وجود آمد که دست به قتل زد. اولین قتل روی زمین قتل هابیل بود که قابیل او را کشت. این هابیل و قابیل هر دو فرزندان آدم علیه السلام بودند، ولی مرتکب قتل شد و بزرگترین گناه مرتکب شد و تا دنیا و قیامت هست همیشه باید در عذاب باشه. هم در دنیا عذاب داره و هم آخرت. قتل هم دنیا عذاب داره، هم آخرت عذاب داره. قاتل بعد از این که مرتکب قتل میشه که راحت نیست، نفس راحت، وجدانا معذبه و خدا هم تلافی میکنه. تلافی قتل میشه، خون کسی ریختی خونت ریخته میشه. این قاعده کلیه، کما تدین و تدان.